سلام دوستان. یه چی میگن کار جدید. این چیه؟ این تخم خشخاشه. ببینید عزیزان، چند روزیه کاشتم به عمق 1 سانت تا 2 سانت خاکو کندم و تخم خشخاش پاشیدم. الان بعد از تقریبا 7-8 روز این شده و هر چند روز یه بار فیلمش هم میگیرم براتون میذارم که هم رشدش رو ببینید و هم با گیاهش آشنا شین. و خیلی خواص داره و کم کم با رشد اینا بهتون میگم که خواصش چیه و چقدر برای بدن مفیده. مرسی، ممنون. لایک کنید و اگر اطلاعاتی دارین بهم کمک کنید. مرسی، شب خوش.